بیاین تو این ویدیو دو تا راهکار بهتون بگم که سرچ دقیق‌تری رو در گوگل اسکولار داشته باشید. فرض کنید من کلمه یا عبارت نرسینگ استودنت به معنی دانشجوی پرستاری رو میخوام سرچ کنم و مقالاتی که در عنوان اونها این نرسینگ استودنت وجود داره رو برای خودم پیدا کنم. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که از طریق گزینه ادوانس سرچ بیایم اینجا این گزینه رو فعال کنیم. وقتی که این کار رو انجام بدیم این عبارت رو در تایتل اون مقالات یا در عنوان اون مقالات برای ما سرچ میکنه و همونطور که میبینید تعداد جستجوی ما و تعداد نتایج ما خیلی محدودتر و دقیقتر شده. نکته دیگه که باید در گوگل اسکولار رعایت کنید وقتی یک عبارت مثل نرسینگ استودنت یا دو تا کلمه در کنار هم دارید که میخواین دقیقاً به همون شکل جستجو کنید، بهتره که این عبارت یا کلمه رو در کوتیشن قرار بدید و اگر به این شکل سرچ کنید دقیقاً نرسینگ استودنت رو براتون سرچ میکنه. اگر این کار رو انجام ندید ممکنه کلمه نرسینگ و کلمه استودنت رو به صورت مجزا سرچ کنه. حالا با وجود کوتیشن وقتی من سرچ کنم باز میبینید که نتایج من از 8000 تا اومده روی 5000 تا و همچنان محدودتر شده.